جای دیلم رو صورتت کتک میزنه نه؟ تو هم بزن. به جای اینکه پولتو بدی واسه مشاوره، خودت 4 تا کلاس رزمی نویس، یه جوری مثل سگ بزنش اصلا بشی فوبیاش. توف کن توی دعوا. گاز میتونی بگیری؟ نمیتونی. با یه شماره ناشناس بهش پشت بده. شبا که خوابه برو پایین زنگ در رو بزن فرار کن. با هم زندگی می‌کنی نمیشه فرار کن میگیرتت. اسم شوهر جلیله دیگه. جلیل معلومه جلیل میزنه دیگه. جلیل گل نمیخره که. بی عقلی. روابط زناشوییتون بده؟ کاری نمیکنه؟ میکنه؟ خب چیکار میکنه؟ بگو. من بعد همه شو بدونم دیگه. چیکار کرده که تو آزرده خاطری؟ اسمش ارشیاست. خانم فرجی، کسایی که اسم پارتنرشون ارشیا اشکان پدرامه نفرستو. نادونی از جلال و سیروس شوهر در نمیاد. از ارشیا واسه تو شوهر در میاد. برو بیرون. خیانت میکنه. نصرت جان ببین حقیقتا این هیبت شما رعب و وحشت ایجاد میکنه. یعنی من خودم الان واقعا مساعد نیستم، هر آن احتمال میدم میخوای منو بخوری. ولی کلا من خیانت رو تایید نمیکنم. به نظر من چند نفر رو اجیر کنم برام بهش تجاوز کنن. دیگه کلا دیگه از این روابط بدش میاد. یا بعدش میاد پیش خودت، یا اگه خوشش بیاد دیگه گرایشش عوض شده دیگه. واسه اعتیاد شوهرت اومدین. اگه میخوای به زندگی ادامه بدی تو هم مصرف کن. دو کامنت دیگه بعد مجلس بازی در میاری. قد خوش میگذره. الان شما اختلاف فاز داریم واسه همین اوکی نشدی. مثلا دیدی مایع گاز خورد. بعد میعان یا تبخیر صورت بگیره مصرف کن. شماره داری؟ یه شماره بدم. شوهرت بی‌توجهی میکنه میخوای طلاق بگیری. اعصاب من با هم نریز. به قرآن یه جوری میزنمت که همزمان با کارهای طلاقت کارهای طول درمانت هم انجام بدی. مسخره.